حضرت حمزه رضی الله عنه 3 وصیت به همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داشت. اول اینکه بچه کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. دوم اینکه حضرت حمزه رضی الله عنه دوست صمیمی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. سوم اینکه برادر شیرخواره و رضاعی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است که هر دوشون با هم شیر خوردند. به این سبب حضرت حمزه رضی الله عنه را تکه تکه میکنند. به چه حالت فجیع؟ زمانی که حضرت صفیه رضی الله عنه می آید میخواهد که حضرت حمزه رضی الله عنه را ببینه، حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه ای صفیه، میگه تو تحمل دیدار حضرت حمزه را نداری. حضرت حمزه قسم به شهادت نرسیده است که امروز ما و شما تصور صورت مبارکش را بکنیم. اینجا از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار غمگین میشوند، بسیار جگرخون میشوند، بسیار ملال میشوند، اشک‌های مبارک جاری میشود. حضرت حمزه رضی الله عنه شخصیت عادی نبود. حضرت حمزه رضی الله عنه شجاع‌ترین مرد تاریخ است. حضرت حمزه رضی الله عنه با غیرت‌ترین مرد شخصیت کنار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. با وجود بودن حمزه رضی الله عنه هیچ نامرد کافر مکه نمیتوانست که به سوی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چپ نگاه بکند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را بسیار ملال کردند، جگرخون کردند. اما بعد از مدت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به همراه 10,000 لشکر مکه مکرمه را فتح کردند و هنده را نیز آوردند. اما جاست که حضرت هنده کلمه خواند و مسلمان شد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بچه کاکایشان که حضرت حمزه را جگرش را کشیده به دندان گرفته بود، حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عفو کردند، گذشت کردند، مرحمت کردند، گفتند مکه فرض مثال ایره بخشیدم، هیچ کدام شما حق از بین بردن ایره ندارید. صحابه کرام رضی الله عنهم دندانهای خود را مبارک به دندان میگرفتند، دستهای خود را که ایره به دست ما بدید ما تکه تکه بکنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفتند نه. و این را ببینید جای اساسی در اینجاست که همان وحشی که حضرت حمزه رضی الله عنه را با تیر و کمان که میزند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را در پیشش میآید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روی مبارکشان را دور میده، میگه روی را به طرف من نشان نده که هر باری که من تو را میبینم جگر پاره پاره حضرت حمزه رضی الله عنه به یاد من میآید. میگه یا رسول مبارک من اشتباه کردم، ای رسول مبارک من خطا کردم، ای رسول مبارک من عصیان کردم که بچه کاکای شما را به شهادت رسانیدم. اما من دوباره میگم که لا اله الا الله محمد رسول الله، ما از تمام خطای های خود توبه کردم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قاتل کاکای خود، بچه کاکای خود، قاتل دوست صمیمی خود را انتقام نمیگیره و به مرحمت فرمان دین حق تبارک و تعالی همگیشان را مورد عفو و بخشش قرار میدهد. همین قدر وعظ برای حضرت وحشی رضی الله عنه میکنه، میگه ای وحشی، تو جگر من را، تو بازوی من را، تو توان من را، تو بچه کاکای من را که به این حالت فجاحت و فجیع به شهادت رسانیدی برات توصیه میکنم، ایمان آوردی، مسلمان شدی، اما بار دیگر چهره را به چهره من مقابل نکن. چهره را به چهره من مقابل نکن که هر باری که من تو را میبینم به منظره ناخوشایند حضرت حمزه رضی الله عنه متوجه میشم. به این سبب حضرت وحشی رضی الله عنه از آن کشور از مکه مکرمه رخت سفر میبنده و دوباره چهره خود را با محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روبرو میکنه. هدف ما از این حکایت ها چیست؟ توصیه ما از این حکایت ها چیست؟ دوستای عزیز محترم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در زندگی از هیچ کسی انتقام نگرفته.